السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز گرامی، قدر خوب هستین؟ تنجستین؟ سلامتون خوب است ان شاء الله. الله نگهبانتون باشه. من تاجیکستان آمدم، الحمدلله. رفتم طرف تاجیکستان، به نهایت خوب، همه طرفه ماشاءالله مردم خودمون به نهایت مردم مهمون نوازدار هستن، الحمدلله. همه طرفه ماشاءالله. نوشتم او را نگفتی زبان روسی خطی بگیریم اگر مهمانداری در درجه اعلا. الله هر یک از ما و شما را نگهبان باشه. وطن عزیز هرچند که نکن، هر کجا که نباشی وطن وطن است. به نهایت جای زیبا و فارم، جایی که آرام بخش برای دلها. انشاءالله که برین وطن زیارت کنین، خویش اقربان، نزدیکان و دیگه کسانی که پدر مادرانشون در وطن هستن نزد پدر مادر بروین. به نهایت ماشاءالله خوب همه طرفه. کسی که میخواد انشاءالله گرین سرتیفیکیت کنه، انشاءالله که رقم های در روی اکران برای حاجیون میتونین که انشاءالله زنگ بزنین و ما این حال در مسکو هستیم. میتونین که بیاین انشاءالله برای حجامه کردن حجامه کنین و برای داروها هم نیز میتونین زنگ بزنین انشاءالله. همیشه ما در خدمت هستیم و در حق ما دعا را فراموش مکنین. الله هر یک از ما و شما را نگهبان باشه. علم مفید و رزق حلال و عمل ها که نزد پروردگار قبول هستند، اونها را خداوند برای هر یک از ما و شما نصیب بگردانه. یعنی ما این حال در مسکو هستیم، در تاجیکستان هستیم. بدیم طول یک 9 روز تخمینا بدیم، الحمدلله. همه طرفا را چرخ زدیم، دیدیم ماشاءالله همش خوب، تنج، فارم، باد هوا ماشاءالله به نهایت خوب، زور، به یگان تنقیسی، به یگان کمبودی، همه خوبه. میتونیم که انشاءالله بریم. مقصد طول 10-11-12 ساعت تخمینا نرفتیم، پشیمان شدیم. قفای کاربار زندگی وقتم نبود، الحمدلله که رفتیم آمدیم. خواب در امان الله باشین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.